بله این هم سفارت تاجیکستان در روسیه. امنیتی ها زنگ نزنه، فایده ندارتون. اگر شما خودتون فرق کشه فایده تون نداره. امنیتی ها نه زنگ زنه نه خودتون مسخره کنه. این دیده است مردم جمعی ان شاء الله با سرتون هم خیلی میآین. بعد دیگه نگاه میکنید که میگریزی میره دیگه هر یک گنرال ساوزی به دست است که ساوزی در دستش میدوه دیگه. با همون خاطر خوب دقت کنید. همه بهشتو تو جای می‌کنید کنه این خطا خوبه خوب اینا دیده بینندگان گرامی صدای من هست انشالله صدای من باشد مهم خدمت نباشه میشه مهم مون نوارا موندن بگین نوارا رامو خیل تو اینکه مردم ببینن من نوارا موندم من گفتم خوب اینا این صدای جانکوه مردم و محرم و نزدیکان ما و شما در خارج هستید و این قضیه آوردن رساندنشون کی میفرمونن که مردم رو بترسونن بعد نیروی امنیتیش در اینجا گپ میکنن حقارت میکنن گویی یکون گپ نیست یکون گپ نشده است انا اینا میگن تجاوز و استیلای رحمانوف و بدخشان انا اینا میگن هجوم مسلحانه رحمانوف و بدخشان و حمایت دشمنی فرماندار مخدوم در بدخشان از آنچه که در بدخشان گذشته است. یعنی این چیزایی هست که تمام مردم و ملت تاجیک باید همیشه و همیشه بدونه و بفهمه. باز هم نوارهای دیگر اگر از بدخشان یک تا دو تا سه تا چهار تا بود 4 تا نوار از بدخشان بود و نوارهای آخرش از روسیه بود. بله درست خوب دیگر این هم یعنی مسکو است و حمایت انبوه و رفتن انبوه مردمی یعنی که ساکنان بدخشان به نزد سفارت مسکو سفارت تاجیکستان در مسکو خب این هم یعنی که سفارت تاجیکستان روسیه و مردم هم جمع شدن در نزد سفارت و طلب آنانی که بیگناه کشتند بیگناه قتل کردن و جوابگری کشیدن اون جنایتکاران است. خوب اینم اینا از دیگه بینندگان گرامی آنچه که فعلا امروز بود این مردمه که شما نگاه کنین که برادران در اینجا غم داده شما از غم بدخشانی را نخرین غم خودتون بخرین که و یا به خاطر یک آدم شیده خسته سن شما ای همون باید عبرت بگیرین. من خطاب به همین مردم خودم دارم از همین برادرها ای قفای همین برادرها اگه بخیزین عبرت بگیرین بخیزین پومرین ازم توجیه لیک پومرینم قطعی غلایم صد از فوق جیوجم فوق سلام فوق بدخشانی اینم سلام من خودم توجیه کنم که قطعی پومری و کلونش دگیم استاد عزیز من میدونم چخیل شری نرم من میدونم چخیلی گورده دارم من میدونم یک برادرم چخیل پومری به خاطر من چل یک شکستن به خدا قسم کل یک شکستن به خاطر من قطعی برادر پومری خودش جان کرد به خاطر من حفظ کردن من میدونم چخیلی شری نرم الله همه شما را نگهبان باشه برادرای بدخشانی امام علی اگر گورتا ده همجا گور کردن گورتا نکندم ما پد نعلت انسان پسلید آدم گورای همه خشت آورتون نمیکنم با پومری گرزه دعوت نه قرار نک فقط با پومری مردم بدخشان دعوت که بیا نه چوا استاد عزیز نه حقارت نمیکنم برادرای پومری شما ما خوبش خاطی که تاجیکی گپ زنم که تاجیکا هم بفهمن ما هم مردم بدخشان نفهمون تو مردم بدخشان نفهمون تاجیکا میفهمن برادر ما خود فهمیده سیمش تو بدخشانی که پومری گپ زن ماش توجیکی ورو ازم پومری دوستک فهمم لیکن اون فهمم چیز گردم وروین التماس برادرین وروین فوق توجیکین پومرین انجیوج ماش پومرین حرمت کنم فوق پومرین حرمت کنم لیک التماس بخزن التماس برادرای پومری بخزن که همین مردم تاجیک عبرت بگیرن و بخزن ای قفای شما التماس تو میکنم
الله نگهبان تو باشه، خدا هم همتون نگهبان باشه. بله ان شاء الله امیدواریم که مردم بدخشان سبب بیدارشوی ملت میگردد، چون برادر گفت که من یعنی که 30 سال مردم بدخشان بدوره خنش بزنه، راست میگه به خدا.